إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم برادران و خواهران اهل اسلام. امروز هم که باشد حدیثی که از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت میکند از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که به افضل صدقه، بهترین صدقه تعلمه القرآن، تعلیم گرفتن قرآن است، و علمه الاخ المسلم، و تعلیم دادن برای یک بنده مؤمن مسلمان است. خوش بهار هم برادر مسلمانی که قرآن تعلیم میگیره و برای یک برادر مؤمن مسلمانش، برای یک خواهر مسلمانش تعلیم میده. برادران، این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای هر یک انسان موحدی که دعوای ایمانداری میکنه بهترین صدقه است که وقتی قرآن تعلیم میگیره و به دیگران تعلیم میده. و در برابر تعلیم گرفتن قرآن باز هم فراموش نکنید که برادران، قرآن یک کتاب زندگانی مسلمان است. قرآن از وقت مسلمان ها قرآن برای ثواب جمع گرفتن کردن، فقط برای بگیم ثواب جمع کردی که خواندنش اختیار کردن، از همه چیز قفا موندن. باید مسلمان زندگانیش تا جایی میتونه به قرآن عظیم شان چیکار کنه، زندگیش پیشرفت کنه. اگر ما به قرآن نظر کنیم، الله متعال در همه باره زندگی در قرآن برای بندگانش گپ میزنه. از بس که ایمانای ما ضعیفه، ما به قدر قرآن نمیرسیم. فقط ها بخونیم ثواب بگیریم. نه برادران، بلکه قرآن گر همه خواهیم مسلمان زیستن، نیز راه جز به قرآن زیستن. اگر مسلمانی میخواهی، غیر قرآن دیگر راه نداریم برادران. کوشش کنیم که من این موعظه میکنم، بهر اون نمیکنم که شما قرآن بخونید در قرآن مردم تفسیر کنید، بلکه قرآن خون هسته. تفسیر قرآن از علمای هستن که تفسیر میکنن، مقصد معنای قرآن گپ میزنن، شما راحت میکنه او را گوش کنید که الله به شما چی میگه. از بعض منظره های دنیا لذت میبره. وقتی میشنوید در یوجنی کره اویلو که بلنده، در حیرت میمونی، میگه اویلو که نگاه که، یا میفهمید در دبی چی زمانوی شده است، چی ماشینو شده است، در حیرت میمونه. الله سخنایی که در قرآن برای بندگانش گپ میزنه، اگر موحد حقیقی ما باشیم، او را گوش کنیم، ما لذت میبریم، ایمان مو دیگرگون میشود، ایمان مو قوی میشود. یکی از قوی گشتن ایمان مسلمان این قرآن خوندن و عمل کردن به قرآن است. الله برای احترام پدر و مادر، خواهر و برادر، دوست اختیار کردن، راه حرام دور کردن به خودت، موحدی حقیقی را شناختن، در همه بیولوژی، شیمیا، همه باره زندگی را الله در قرآن بیان میکنه برادران. در چیزی نیست در دنیا الله متعال میگه من در قرآن چی از طرق همه را در قرآن جمع گیر کردگیم. به این خاطر برادران کوشش کنه که در زندگی تو قرآن در برابر خوندنش چیکار کنه، از علمایی که تفسیر قرآن میکنن، معنای قرآن گپ میزنن، اونها را گوش کنه که بیدار شه، جاهلی را برای خود اختیار نکنه. یکی از نامهای پروردگار عالم است، الله فخر نمیکنه با بنده جاهلش. در برابر قرآن خوندن بفهمه که الله به شما چی میگه. الله در همه باره گپ میزنه. امروز ما و شما گمراه شدگیم، روز به خونه یک برادر میریم میداریم، الله میگه پیش در یک برادر رفتی، اول اجازت پرس که تو اجازت میته یا نه. چون همین رفتار در زندگی ما نیست، به خاطر که قرآن از زندگی ما دور شدگیه. قرآن فردا روز قیامت در بالای من تو دعوا میکنه برادران. محمد اقبال که دوستی الله کی بود، اولیای خدا کی بود، میگه نقش قرآن در عالم نشست، نقش های پاپا و کاهین شکست. آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. این قرآن یک کتاب زندگانی مسلمان است. به این خاطر هوش نده سر بیدار شه مسلمان.